تو خوزستانگردی این هفته اومدیم موزیف 120 ساله ابوعلی و جاتون خالی یک صبحونه محلی خوشمزه رو با قهوه دله عربی خورد. این موزیف که از کاهگل ساخته شده قبلا پدرم ساخت و ساز کرده که پدرم 120 سال عمر داشت. سال 68 فوت کرد و در سن 85 سالگیش ازدواج مجدد میکنه و اصلا ازدواج 2 تا دختر و 3 تا پسرن. یکیشون منم که اختلاف سنی من و برادر بزرگم بالای 60 سال. این روستای علوه ما تقریبا 50 خانوار هستیم، بالای 300 نفر جمعیت اون همون از یک پدریم. در واقع این روستا یک خانواده است. روستای گردشگری علوه تو شهرستان کارون جاده مظفریه و 20 کیلومتری شهر اهواز قرار داره و یک پیشنهاد عالی برای تجربه آرامش نخلستان، غذاهای محلی و آشنایی با رسم و رسوم زیبای عربی. اسپانسر معرفی پتانسیل های گردشگری خوزستان گروه خودرویی کجور، نمایندگی رسمی سایپا، مدیران خودرو، بهمن موتور و آفتاب خودرو.